سلام عزیز دل، انشالله که همه دوستا جور صحتمند باشین، در هر جای هستین، دور از وطن هستین. اینجا افغانستان کابل است، پایتخت ما. جای آمدیم که پل سرخ جای هست که سایه پل سرخ قسم مشاهده میکنیم گل فروشی هست. میریم امروزشان دید و بازدید میکنیم، از زبان خودشان میشنویم. با این بخوام که میریم از زبان خودشان میشنویم. سلام علیکم، خوب هستین برادر؟ باشه دخترک، سلام. چی حال داری برادر عزیز؟ انشالله که خوب باشه. قند کاکا باشیم، مزاحم نکن، برنامه هست باشیم. میشه نامتون چی هست؟ از کدام ولایت هستین؟ وسیم رضایی، ولایت کابل. جناب رضایی، برای ما گفتم میتونین که اینجا در نظر ما چقدر وقت میشه که گل فروشی رو افتیده؟ اینجا پل سرخ یک 15 سال 17 سال میشه گل فروشی هست در پل سرخ. در نظر کم نبود اولا کم بود، فعلا زیاد شده دیگه. فعلا زیاد دکان من میدونم یک دو دکان بود یا سه دکان. بله بله. حالا اگه ببینید کدام 15 دکان است نه؟ یک 15 دکان 17 دکان نه. بله در یک دست. رضایی شما شاگرد هستین یا خود دکان شماست؟ ما شاگرد هستم، دکان در یک کس. مشکل نیه، مشکل نیه. استاد کار و خواهش استاد کارش هستین. بله. صلاحیت داره دیگه. کدام گپ نیست. اینو کرایه هستن چه قسم هستن؟ یا شیرینی خوری میبره لباس؟ یا خو از تک زیادتر شیرینی خوری بله. یا رو جور کنیم از مشتری یا فرمایش دادن میبره. جناب رضایی یا فرمایش از دیگه؟ بله. بازی رو جور میکنی خودت؟ خودم جور میکنیم. خودی سگ بوگک میزنیم، گل میزنیم، این دیگه میوه خشکش است. تنها فرمایش میشه نه امروز کدام گلم چیز است؟ فعلا دیگه به نظر با مشتری دیگه یک ساده یک دیگه رقم دیگه کتلاک سایل میکنه. با نظر به کتلاک جور میکنیم. این لباس چیز میشه عروس؟ بله. بسیار عالی. از دامادم جور میکنین؟ از داماد عروس کلش جور میکنیم. باز غیر از او رضایی موترم گل پوش میکنین؟ بله موتر، خانه گل زدن، استیج، دکور سالگرد، همه چیز. اگر می کامرامین ما جناب عزیز اگر عروسی کنه تمکاری میکنه که یک موتر؟ چرا نه؟ یا نه یک بردو از ما میگیره از رسانه؟ نه خیر نه، خو اگه موتر کرایه باشه پیسه‌ش خودم نفر میگیره. در گل که چیز باشه مراحتش میکنیم ساتیسفکت. خیر باشه. یک موتر که گل پوش کنه خرچ قوار میداره؟ فرق میکنه. نه خوبیشه متاساس. خوب اساسش یک 2,500 مصرف میخوره. خوب است. با شما تشکرم کم کاری کنی. بله. چی نوع گلا رو جور میکنین؟ گلای از ما این گلای لفظ است، شینی خوری لفظ، گلدان. لفظ یعنی شب خینه رو میگین یا دیگه نه؟ نه دختر نو میرین لفظ میگین. بله لفظ که میتن از یک تازی ثابت اول از این میبره نه؟ بله از خینه اونو شد باشه ثابت خینه اوسک. بله. یا باز فروش است یا کرایه میبره؟ فروش هستن کرایه. زیادتر چی رقم؟ زیادترش کرایه است. رضایی با چیزا چی رقم است؟ صندوق قوطی‌های صندوق است، زیادترش از کالا است، لباسا در جور میشه. بله. کلا و چیزا هم شد. کلا کالا است، گل تازه در جور میشه، تحفه در جور میشه دیگه. قوطی از ما است دیگه. تشکر. زنده باشه. باز میشه که یک گل که فرمایش برای ما میتونی جور کنی؟ بله مشکل چه قسم است؟ بسیار یک چیز ساده جور کن که ببینیم. گل دست تصویر کل دنیا میبینه. چه قسم جور میکنین؟ گل دست خود جور میشه. شاگرد که ما است جور میکنه. هدایت بده. درست. خب تشکر. زنده باشه. اینام رضایی که هستن تمامشان در کرایه و در فروش میبرن؟ زیادتر از زیاد در فروش هست. به خاطر تحفه است. قوطی‌های قلب ما است، زیادترش گل تازه کار میکنیم. گلاس است، لباس میباشه، یگان چیزای انتیک عاشقانه میبره، کس به نامزاد خود تبریک میبره، اون چیزاست. تشکر. یک جهان سلامت باشین دوستا. اینجا گل فروشی البته کابل و پل سرخ است که ما آمدیم ببینیم که بله دسته گل اما تازه است. قند کاکا؟ بله. یا چه قسم است؟ خودتون جور میکنین؟ نه خیلی از فهمون نه. چی مشتری از خودم دور بر میبرن یا از جای دیگه میبرن؟ چه رقم مشتریات میبرن؟ بله. یار چه رقم جور میکنن میشه برای ما؟ یار دیگه کشت میکنن. گل تازه است یا پلاستیک؟ بله نه تازه است. یک دونه قیمتش چند نمیذار؟ یک شاخش 20 روپیه. 20 روپیه. بسته چیزش چند؟ 20 روپیه. بسته دیگه یک چیزش 100 دانه داره.
بازو دهی تو یک دانه گلش 20 روپیه یا یک چیزه؟ یک شاخش 20 روپیه. او نام خدا. هر کدومش یا چطور قیمتش؟ یا دیگه گلادون است یا شاخه 50 روپیه است قیمتش. 50 روپیه نه؟ بله الله. یک خود چیلو 50 یا نه؟ نه یک شاخش. یک شاخش؟ بله. اگر 10 دانه باشه 500 نه؟ الله. امر قانون؟ تشکر خندی کاکا. بخیر باشین. میرم در دکان بعدی انشالله. یک دیدار اینجا می داشته باشیم. سلام و درود برادر عزیز. قسم میبینه که کسی نیست. در نظر من شاید مصروف هستن. حالا میرم به طرف آنچه میمدن لذت میبرن. سلام. سلام. چی حال داره سید؟ صحتتون خوب است؟ امیر قسم می آمدیم می دیدیم که دیدیم خودت نام خدا چه رقم بود خودت گل رسی از بس که در بین گلاب قربانت است نظر خانم بخیر. چه حال داره خوب است؟ نامتون چیست؟ از کدام ولایت هستین؟ ما از ولایت میدان وردک هستیم. عثمانی هستین؟ تخلص عثمانی. تخلص. دوستای عزیز عثمانی کسی است که مسئول گل فروشی هست. براتون گفتم که جای پل سرخ دیگه چه رقم براتون بگم بهترین شهر کابل دیگه ما هر کس علاقهش بعضی شاید لیسه مریم خوجا بعضی برچی سنتره ولی من زیاد علاقمند اینجا هستم طرف پل سرخ. میشه که عثمانی صاحب بریم داخل. به عثمانی صاحب ما عذر و معذرت ما رو قبول کنین. اینی چی هستی برای ما تشریح کنید؟ یا اینطور در گلدان‌های کلان کار میشه سر امروی گلای یعنی مصنوعی دیگه. بله یا بله سر در قسم گلای کلان است به نام حناری اونها است که در گلدان‌های کلان کار میشه. خب اینو البته برای ما گفتم میتونن که یارا خودتون جور میکنید. یا جلال آباد میاد از کوا جمع میکنن سر به نام نای از جلال آباد میاد اینجا گل فروشایی را میکنن. این در بین گلام تو چی میشه خودتون تو میبرن کدام مشتری است میخره؟ او مشتری هم میخره سر مخصوص چی دارن دیگه نه؟ بله سر. بله. خب عثمانی صاحب برای ما گفتم میتونید که اینا را اینیا سبدهای شیرینی خوری هستن، سبدهای لبز است. اینیا سبدهای خینه است. شیرینی خوری و لبز جداست؟ بله لبز یه ذره خردتر است، شیرینی خوری یه ذره کلانتر. شیرینی خوری ما رو میبرن. بله سر. بود اینیا سبدهای خینه است که یارو به کرام میبرن. شب خینه میبرن. بله سر. اینا تمامش کرایه است یا میفروشن هم؟ نه به فروش هم است کرایه هم است. هر کس دیگه ذوق خودشون. تشکر. خودتان شاگرد هم دارین ندارین؟ ولی شاگرد داریم که شهادتنامه خوان رفتن. پارچه‌شون هم میته مکتب هستن شاگرد داریم دو دانه برس. وجود یک چیز دیگر اینجا دیدم بسیار خوب است یعنی قشنگ است. بله یا اینو ثبت شیرینی خوری است. شیرینی خوری میکنن. دیگه نه صندوقایی که اینجا هستن صندوقای یعنی قلب است که در داخلش گل تازه را میچینن یگان کاکائو میمونن باز کاکائو میگیرن. بله اونو هم از طلا و بله اونو کلای شاه و عروس داماد یارا میمونن وارم کرایه هم فروش هم است. غیر از این باز موتورا هم شما گلپوش میکنید؟ بله موتورا هم گلپوش میکنید. از حساب موتور که بخی یک نفر مشتری به یک چیزی جور کو بسیار بالا باشه آخه قیمتش چند است؟ اون ما دیگه تا 8000 است. آفرین بسیار هم بسیار عالی باشه. با تشکر. از البته از 2000 3000 شد شروع شد. یقینا نه از 1000 شروع میشه گلپوش. 1000 هم است. بسیار معمولی کسی ندارن. بله بالکل. کسی که نداره آجی صاحب چیکار میکنین؟ همراهش همکاری میکنین؟ والا بسیار همکاری میکنین. میگه وضعیت ما خراب. والا بسیار همکاری میکنین. همکاری میکنین. قربانتون تشکر. دیگه اینجا خودتان البته دفتر و چیز خودتان دیگه کاربر قدم روی مشتری. بله خودتان چی میکنین؟ چطور برخوردتان نیست؟ برخورد والا کوینی معمولا برخورد سر چی شده؟ کاهش یافته. نفهم پرچوی میگه ترکمنستان برخورد قطع کرده 50% دیگه. 50% ما شنیدیم ما. والا 50% ما شنیدیم. پس در نظر میگه جور میکنه میشه. دیروز اخبارم گفتن. ما چون دوباره اینا میرن. خدا زبانت بشنوه دیگه که جور شه. خب تشکر. یک جهان یارا که دوستان میبینین عثمانی صاحب کسی است که یک از مسئول تمام گل فروشی هست. آجی صاحب عثمانی یارم برای ما میشه کشی کنی؟ آقا چیز که کالا یک جور لباس یارا برای داماد یا برای توفایی یا میگیرن صندوق هست. لباس عروس هم جور میکنی؟ لباس عروس جور میکنن. میشه که برای ما نشان بده چه قسم از یک دانش؟ یا عروس در اینیا جور میکنن. بله در جور میشه. باز اینا خو از حساب چیزای لباس عروس هست. ببینین بیننده های عزیز دیگه اونا هم که اونا برشتان تشریح عثمانی صاحب
اونی هم که صندوق کلون چیز است لازم شد کاکائو باشه و کاکائو گل تازه بله. بزرگ کلون است چند نوع گل جور میکنیم ولی نواش دیگه از نام گرفتن بسیار زیاد است بسیار زیاد است. یعنی چند نام میشه بگو برای ما چه گل های است خب نامای گله گل مثال از گل نرگس است گل داوودی است بسیار گل هست گل چند گل نام بازینی گلادن است از شنخوری است عروسی سنی نه یا توفایی است در میگن دفتر یا کسایی که رئیس میشه دیگه میشه برشون میبرن بله سر دیگه حاجی صاحب قربان اخلاقتان تشکر. اینا مسخینه شاید باشه مسخینه است اینا رو است دیگه با وجودتون عرض کنم دیگه غیر از دکان هم عثمانی صاحب دیگه جای هم چی دارین یا تنها همینجا است نه دارم گلبار سنتر هم دارم سر خوب جای است منزل چند منزل 373 دوستا که میتونین گفته گلبهار سنتر بله سر کسایی که میره اونجا هم هست عثمانی صاحب دکان داره دیگه اینجا هم که میبینین که بسیار یک جای جالب است چند کرایه است اینجا صاحب کرایه ذره چی است خلاص گفتم نمیشه عثمانی صاحب بسیار کم بوده سمت گل فروشی حالا که میبینیم آل زیاد شده بسیار تو کجا بله صاحب آل زیاد شده یعنی چون گل یک فرهنگ شده صاحب برای مردم افغانستان یعنی کسایی که از خارج میان یک دسته گل برش تحفه میبرن دیگه یعنی یک فرهنگ شده صاحب با کارایی که دوره چیز حاجی صاحب زیاد نمیره و گلای مخصوص از وقت داره و گلای گردن است که در بیرو افزان کرده و جدا هستن دیگه تشکری میکنم عثمانی صاحب که تشریح دادی برای ما دیگه یک جهان تشکر اینا رو اگه برای ما بگوین یا قبلا اینجا سیمساری بوده عطریات یا بوده باز اینجا چون راسته گل فروشی بود باز ما را تغییر دادیم یا اول از چی بوده بله سیمساری بوده بله در وقت جمهوریت سیمساری یا متو مانده دیگه یا مانده یا کسی میبره یا خب پس میبره به خاطر که من خیال کنم که امروز گل هم تو باش که زراد رو بزنم قربان اخلاقت چه گوجی صاحب چه اخلاقی هست این یاد کامپور است بسیار لوکس است ماندگار است بسیار تشکر کامرامین میگه از ما را اشاره میکنه چرا نه قیمت های اجاره خبر داری چند است یا 2500 قیمتش است یک عطر 2500 بازیار که شما گل فروشی را انداختین یا خریدین چه قسم است نه یا خرسابق پیش ما بوده اول خودتون این کارو میکنید من خود ما میکنم نه صرفی چه رقم کار بود ولی دیگه اینجا راسته نبود دیگه دیگه باز راسته گل فروشی بود ما مختلف تغییر دادیم عاجز مشتری بسیار کم اینجا به نظر من فعلا ولی مشتری خوب هستن مثلا برای گل خوب هستن خوب از این خاطر است که زیاد شده دکان اول چقدر کم بود اول کم بود 4 دکان بود تقریبا 13 یا 14 دکان شد تشکر یک جهان تشکر اگر کدام گفتنی دارین با بیننده های عزیز به خاطر که بهترین جای است آدرستون دقیق با بیننده هایی که اینجا بیاید گفتنی خاص ندارم دیگه آدرس من گلای پل سرخ است مقابل فروشگاه هایپر گل فروشی حامی عثمانی ما در خدمت همه وطنا هستیم بله این مشهور است فروشگاه هایپر یا نه خوب است که مشهور زیاد نیست یک سال میشه که آمده زو کلا کلینیک متزالی و بسیار سابقه است بله مشهور است رو برش اگه بین گل فروشی است به نام چی حامی عثمانی حامی تشکر یک جهان شما فکر کنم زنگم آمد قربان اخلاقتان بسیار تشکر که قربانتان دوستای عزیز عثمانی صاحب کسی بود که تمام جزئیات برای ما تشریح داد قسمی که میبینین گل هایی هست که واقعا دل کنده نمیتونن که از گل جدا شه ولی چی کنیم عمرش کم است دوستای عزیز کدام شیر در واقع زدن گل به پیری میرسد خار بیابان ولی گل که جوان گردد بمیرد به تشکر یک جهان عثمانی صاحب دوستا افغانستان کابل پل سرخ جایی هست که آمدیم در دکانه هایی که گل فروشی است اول کم بود ولی نام خدا 13 دانه 14 دانه گل فروشی هست گل های رنگ رنگ است که به اگر اجازه عثمانی صاحب به تشکری از خود ما باشه قربان اخلاقتان این بود برنامه ما تا برنامه دیگه که جایی میریم براتون تشریح کنیم خدا حافظتان